کسانی که پوستشون چرب جوشدار هست و جای جوش دارن، لکه جوش دارن و جای جوش دارن، با استفاده از ژل سراوی هفته 2 بار از این ژل استفاده کنن، هم کنترل چربی میشه، همین که جوشاشون کلا ریشه‌کن میشه و جای جوششون هم از بین میره. اینم که برای پوستای چرب و جوشدار و کنترل چربیه. ژل سراوی مخصوص پوستای معمولی و پوستای خشک و حساس. اینم ژل سراوی مخصوص پوستای خشک و پوستایی که تیره هست که باعث لیفت پوست میشه و پوستتون رو روشن میکنه. اینم آبرسان سراوی که ترمیم کننده پوسته و پوست و جوانسازی و کلاژن سازی میکنه.